سلام به دوستان عزیز و همراهان همیشگی. امیدوارم حال همگی خوب باشه. برای شنیدن ادامه داستان شاهجنگ ایرانیان با من همراه باشید. ما اسپارتی ها سرخیز هستیم و به همین جهت جلسات مجلس شیوخ را ایامی که میباید صبح تشکیل شود در طلوع شمس تشکیل میگردید. هنوز طلعه فجر ندمیده بود که لئونیداس پادشاه ما از خواب بیدار شد و با سرعت لباس پوشید و خواست که از منزل بیرون برود و عازم مجلس شیوخ گردد و به او خبر دادند که قاصدی از طرف تمیستوکل زمامدار آتن رسیده است. لئونیداس قاصد مزبور را پذیرفت و وی نامه‌ای را به پادشاه ما تسلیم کرد. لئونیداس در روشنایی چراغ نامه را خواند و دید زمامدار آتن به او نوشته است که شتاب کند و زودتر خود را به گردنه ترموپیل برساند، زیرا قشون ایران به شتاب به گردن مزبور نزدیک می شود. لئونیداس به قاصدی که حامل نامه زمامدار آتن بود گفت: از قول من که پادشاه اسپارت هستم به تمیستوکل بگو که من همین امروز سربازان را به طرف گردنه ترموپیل به حرکت در خواهم آورد. قاصد مزبور مراجعت کرد و سوار بر اسب شد و به تاخت به راه افتاد تا اینکه جواب پادشاه اسپارت را به زمامدار آتن برساند. قبل از اینکه لئونیداس از منزل خارج گردد، برای گارد مخصوص سلطنتی یعنی گارد خود او پیغام فرستاد که با ساز و برگ کامل آماده حرکت باشند و راه مجلس شیوخ را پیش گرفت. قبل از اینکه به مجلس شیوخ برسد، گماشته ای از طرف آن مجلس به سوی لئونیداس آمد و معلوم بود که میخواست خود را به منزل پادشاه ما برساند. لئونیداس از او پرسید: مثل این است که با من کاری داری؟ آن مرد گفت: آری، با تو کار دارم و شیوخ مرا نزد تو فرستادند تا به اطلاعت برسانم مردی که به مبعد دلفی رفته بود مراجعت کرده و پیشبینی راهبه آن را آورده است. من مگیستاس چون این سرگذشت را برای این نقل می کنم تا آیندگان از آن مطلع شوند و مردم آینده شاید برخلاف مردم امروز ندانند که معبد دلفی چیست، لذا قدری توضیح می دهم. همانطور که تمام شهرهای مصر برای آمون که خدای عمومی است قائل به احترام هستند و همان گونه که 12 قبیله بنی اسرائیل برای آنچه به اسم مبعد به طور مطلق می‌خوانند قائل به احترام میباشند، ملل یونان برای پیشگویی راهبه بزرگ معبد دلفی قائل به ارزش میباشند. دلفی معبدی است واقع در مغرب کشور آتن و تمام ملل یونان آن پرستشگاه را محترم می‌شمارند و عقیده دارند که پیشبینی راهبه بزرگ معبد دلفی پیوسته مقرون به حقیقت می‌شود. زمامداران ملل یونان به خصوص در مواقع خطر از راهبه بزرگ معبد دلفی درخواست می‌نمایند که وقایع آینده را پیشبینی کند و سیاست حکومت‌های یونان در بسیاری از ادوار با پیشگویی راهبه مزبور مطابقت می‌نماید. وقتی قشون ایران وارد یونان شد، مجلس شیوخ ما هم فرستاده ای را به مبعد دلفی فرستاد تا از راهبه بزرگ آن معبد درخواست نماید که آینده اسپارت را پیشگویی کند و در آن بامداد فرستاده مزبور مراجعت کرده جواب راهبه بزرگ را آورده است. وقتی لئونیداس وارد تالار مجلس شیوخ گردید، تمام شیوخ و همچنین لئوچیدس دومین پادشاه ما در آن تالار حضور داشتند و انتظار لئونیداس را می‌کشیدند. وقتی لئونیداس وارد شد و بر جای خود نشست، جلسه مجلس رسمیت یافت و رئیس مجلس 2 دست را برهم زد به طوری که صدای برخورد 2 کف دست او در تالار جلسه انعکاس پیدا نمود و گفت: فرستاده ما را که به مبعد دلفی رفته بود وارد کنید. مرد غبارآلودی که معلوم بود از راه رسیده و هنوز فرصت نکرد و غبار را از خود دور کند وارد تالار جلسه گردید
و از گریبان خود نامه‌ای بیرون آورد و به دست رئیس مجلس شیوخ داد. رئیس مجلس نامه را باز کرد و با صدای بلند چنین خواند: ای ملت اسپارت که می‌خواهی از آینده خود مطلع شوی، برای یکی از این دو فاجعه خود را آماده کن: یا ویران شدن کشور اسپارت یا سوگواری برای مرگ پادشاه تو. بعد از اینکه رئیس مجلس نامه را خواند، سکوت بر مجلس شیوخ حکم فرما شد و رئیس مجلس سکوت را شکست و اظهار کرد: هر کس که مایل است میتواند اینجا بیاید تا مشاهده کند که متن نامه مطابق می باشد با آنچه من خوانده‌ام. ولی کسی از آنجا برنخاست و نامه از نظر نگذرانید، برای اینکه همه می دانستند که رئیس مجلس نامه را درست خوانده است و هرگز یک نامه را تحریف نمی نماید. خناتون در حالی که روی خود را به طرف لونیداس کرده بود ولی تمام مجلس را طرف خطاب قرار می داد گفت: به طوری که شنیدید راهبه بزرگ معبد دلفی میگوید که اسپارت ویران خواهد شد. لونیداس گفت: راهبه معبد دلفی ویران شدن اسپارت را قطعی نمیداند و میگوید که اگر ملت اسپارت برای پادشاه خود سوگوار شود، اسپارت ویران نخواهد شد. سناتون تجاهل کرد و گفت: من درست معنی این حرفها را نمیفهمم. لونیداس گفت: معنی این گفته روشن است و هر کس میتواند بفهمد که راهبه معبد دلفی میگوید که اگر پادشاه اسپارت در جنگ کشته شود، وطن ما ویران نخواهد گردید. خناتون گفت: راهبه معبد دلفی صحبتی از جنگ نکرده است، بلکه صحبت از مردن پادشاه اسپارت نمود و این دو فرق دارد. لونیداس گفت: اسپارت دو پادشاه دارد، یکی من و دیگری لوچیدس، و ما هر دو جوان هستیم و به زودی نخواهیم مرد و فقط در یک صورت ممکن است که ما در این موقع که قشون ایران به وطن ما نزدیک می شود بمیریم و آن کشته شدن در میدان جنگ است. پس از پیشبینی راهبه معبد دلفی مسئله جنگ قطعی است و در هر صورت اسپارت به جنگ کشیده خواهد شد. منتها اگر پادشاهش در جنگ کشته شود، کشور از ویران شدن مصون میماند و در غیر این صورت بر اثر جنگ مملکت ما ویران خواهد شد. از همراهی همه شما دوستان تا به این لحظه ممنونم. ادامه داستان رو در پست بعد قرار میدم.